سلام. اینجا روزنگاره. جایی برای قصه هایی که از دل زندگی می جوشن. با ما میمونن و ممکنه زندگیمون رو تغییر بدن. جایی برای هر چیزی که تو روزمره زندگی باهاش روبرو میشیم. میشنویم یا احساسشون میکنیم. امروز قراره با هم پا بذاریم تو داستان مردی که از دل شکست قدرت ساخت و از دل درد نفوذ. مردی که هر چیزی رو توی زندگی با چنگ و دندون ساخت و مسیرش رو از خیابون‌های پرگرد و غبار برانکس شروع کرد و تا قلب رهبران جهان رسید. استیو ویتکاف، مردی که داستانش داستان پشت پرده هاست. استیو توی برانکس نیویورک به دنیا آمد. خانواده‌ای که نه چندان پولدار بود و نه خیلی مذهبی. یه خانواده خیلی عادی و معمولی و پر از روزمرگی‌های مشترک با همه خانواده‌ها. زندگی آسون نبود، اما تو قلب استیو تعلق به ریشه ها همیشه زنده موند و تبدیل به یکی از ستون‌های اصلی زندگی شد. پدرش یه تولیدی کوچیک لباس زنونه داشت و مادرش خونه‌دار بود. از همون بچگی با اینکه درسش خیلی خوب نبود، یه چیز رو خیلی خوب یاد گرفت. اینکه اگه چیزی میخوای خودت بلند شو و بسازش. استیو یاد گرفت هیچ وقت منتظر کسی نباشه و رو پاهای خودش وایسه. استیو همیشه دنبال این بود که بفهمه پشت چیزهایی که بقیه به سادگی ازشون رد میشن چی هست. با مدرک حقوق از دانشگاه فارغ التحصیل شد. یه چند سالی هم وکالت کرد. اون موقع شاید خودش هم نمیدونست قرار دنیای املاک رو دگرگون کنه یا پای میز مذاکرات خاورمیانه بشینه. اما میدونست این زندگی برای کسی با رویاهای بزرگ خیلی کوچیکه. ته دلش میدونست این راه اون نیست. نقشه بزرگتری داشت. بزرگتر از دفتر وکالت و همه اون پرونده ها. دهه 80 بازار املاک آمریکا تو بحران بود. استیو دقیقاً همون جایی قدم گذاشت که همه داشتن ازش فرار میکردن. اون شروع به خرید کرد. سراغ ساختمونایی میرفت که کسی حتی حاضر نبود نگاهشون کنه. پنجره‌های شکسته، دیوارای سیاه شده و ساختمونای نیمه خراب پر از پتانسیل. همه فکر میکردن دیوونه است، اما اون چیزی رو میدید که بقیه نمیدیدن. استیو تو ذهنش مشغول ساخت یه امپراتوری بود. با یکی از دوستاش به اسم لری شریک شد. اونا اسماشونو گذاشتن کنار هم و شرکت استلا رو راه انداختن. یه اسم ساده اما با هدفی خیلی بزرگتر از ساخت و ساز و بازسازی خونه‌های نیمه خراب توی محله. از پروژه‌های مسکونی کوچیک و بازسازی محله‌ها شروع کرد و کم کم اسمش تو تمام منهتن پیچید. آقای ویتکاف دیگه فقط نمی‌ساخت، تغییر میداد. پروژه‌هایی مثل هتل پارکلین و اسمهایی که فقط روی دیوارهای شهر نبودن، بلکه روی قدرت اقتصادی نیویورک نقش داشتن. استیو فقط یه بساز و بفروش ساده نبود. یه استراتژیست بود. یه بازیکن ماهر تو زمین پول و سیاست. اما زندگی همیشه فقط صعود نیست. سال 2011 تلخ‌ترین اتفاق زندگیش افتاد. پسرش اندرو به خاطر مصرف بیش از حد مواد از دنیا رفت. یه لحظه سیاه، یه زخم عمیق برای استیو. اما این غم و شکست استیو رو نابود نکرد. تغییرش داد. اون دیگه دنبال پول نبود، دنبال اثر گذاشتن بود. آقای ویتکاف یه جا گفت از وقتی پسرم رفته دیگه هیچ چیزی منو نمیترسونه. حالا با تمام وجود دنبال اثر گذاشتنم. استیو به کمک جوانایی رفت که ممکن بود یه اندروی دیگه باشن. بنیادهای ترک اعتیاد، سلامت روان و هر چیزی که میتونست تاثیرگذار باشه. به خوبی یاد گرفته بود که درد میتونه موتور خلق باشه. با اینکه از درون شکسته بود، متوقف نشد. همون درد و غم انگار آتیش جدیدی تو وجود استیو روشن کرد. از دل اون شکست نسخه جدیدی ازش بیرون اومد. قوی‌تر، جدی‌تر و به طرز عجیبی درگیر سیاست. اتفاق تاثیرگذاری که سالها قبل توی یکی از خیابون‌های نیویورک شکل گرفت.
استیو ویتکاف و دونالد ترامپ، دو تاجر پر از غرور و البته جاه طلبی، کنار هم توی یکی از خیابان‌های نیویورک جلوی یه مغازه کوچیک ایستادن. دونالد غول سرمایه‌گذاری نیویورک پول نقد همراه نداره و استیو ساندویچ ژامبون و پنیرش رو با روی باز حساب میکنه. یه لطف ساده، یه جرقه کوچیک، یه ساندویچ ژامبون که تبدیل به سالها رفاقت و البته ورود استیو به کاخ سفید شد. در گذر زمان رابطهشون عمیق‌تر و صمیمی‌تر شد. تو کمپین ریاست جمهوری ترامپ اون یکی از مشاورهای پشت پرده ترامپ شد، اما نه به خاطر دوستی، چون ترامپ میدونست استیو ویتکاف کسیه که توی بحرانها رشد میکنه. توی دور اول وقتی ترامپ رئیس جمهور شد، استیو شد یکی از مشاورای اقتصادیش، یکی از صداهای پشت پرده، کسی که به خوبی بلد بود بحران رو مدیریت کنه، چون خودش از دل بحران اومده بود. سال 2025 دونالد ترامپ دوباره به کاخ سفید برگشت، توی یکی از حساس‌ترین و پرآشوب‌ترین روزهای خاورمیانه درگیری، خون، گلوله، موشک و گروگان بود. استیو ویتکاف به عنوان نماینده ویژه آمریکا در خاورمیانه انتخاب شد. انتخابی عجیب که باعث تعجب همه شد، اما دقیق. یه تاجر نیویورکی در قلب مذاکرات خاورمیانه. بعد از اولین نتایج، منتقدها تا حد زیادی به عقب مونده شدند. استیو توی سخت‌ترین شرایط وارد مذاکره هایی شد که حتی دیپلمات‌های حرفه‌ای ازش فرار می‌کردند. ترامپ دنبال کسی می‌گشت که بتونه بین اسرائیل و حماس، دو دشمن همیشگی و دیرینه، آتش بس برقرار کنه. آقای ویتکاف پای مذاکره رفت، به سبکی صریح، بی‌پروا و گاهی حتی تهاجمی. رهبری مذاکرات توسط استیو با آتشبس موقت، آزادی 33 گروگان اسرائیلی و بیش از 1000 فلسطینی همراه شد. آقای استیو ویتکاف پای میز مذاکره هم جدی بود، هم صادق. کسی که بلد بود بشنوه، اما اجازه نمیداد بازی بخوره. میدونست کی سکوت کنه، کجا لبخند بزنه و کی فشار بیاره. اون پای میز مذاکره شاید دیپلمات نبود، اما انسانی بود با ترکیبی نادر از هوش، شهود و البته شهامت. اما سیاست و تجارت همه هویت استیو نیست. اون همیشه به ریشه هاش وفادار موند. در جامعه یهودی آمریکا، استیو ویتکاف یکی از چهره‌های کلیدی خیریه‌ها و برنامه‌های حمایتیه. از کمک به جوانان آسیب پذیر تا تأمین منابع برای آموزش‌های دینی و فرهنگی، کمک به آموزش، معابد، به سازمان‌های اجتماعی، حامی ساکت پشت پرده، نه از سر ثروت که از سر تعلق. تو سال 2011 بعد از فوت پسرش اندرو، استیو به فعالیت‌های اجتماعی زیادی برای جوانان معتاد هم ورود کرد. بنیادهایی در حوزه ترک اعتیاد و سلامت روان راه اندازی کرد و تبدیل به صدای آدم‌های زیادی شد که صدایی نداشتند. استیو یه بچه محله برانکس که یادش نرفت کی بود و هنوز هم هر جا که بتونه میسازه. امروز استیو ویتکاف با ثروتی بیش از 500 میلیون دلار همچنان فعاله، در تجارت، در دیپلماسی و در دل جامعه. ولی مهمترین داراییش نه پولشه و نه قدرتش. چیزی که ازش یه قصه شنیدنی میسازه نه پنت هاوس های لوکسشه، نه قدرت پشت پردش، بلکه اعتقادش به این که حتی از دل یه شکست میتونی یه پیروزی بسازی. استیو ویتکاف مردیه که تونست از دل ساختمون‌های ویرانه قصر بسازه، از دل مرگ پسرش امید خلق کنه و از دل یه ناهار ساده وارد قلب سیاست آمریکا بشه. اون آدمیه که یادمون میده گاهی برای ساخت آینده باید از دل خرابه ها شروع کرد و گاهی همدلی واقعی از دل یه ساندویچ ساده شروع میشه.
امروز استیو ویتکاف یه سرمایه‌دار موفقه، یه دیپلمات غیر رسمی، یه نجات دهنده برای بعضی از افراد آسیب دیده و نماد یه مسیر ناتمام برای خیلی های دیگه. کسی که نشون داد مبدأ مهم نیست، حتی مقصد هم مهم نیست. چیزی که مهمه اینه که توی مسیر از خودت چی به جا میذاری. این اپیزود از روزنگار اینجا تموم میشه با قصه مردی که از دل درد قدرت ساخت، از دل خاک یه خونه، یه کشور و شاید جهانی بهتر.